How much? $50, ma'am. How much? $50, ma'am. خب اینجا سوال در واقع how much is it بوده، ولی تو محاوره و زندگی روزمره بعضی وقتا اینجوری جملات دست و پا شکسته استفاده میشن. how much برای پرسیدن در مورد قیمته. $50 ma'am. ma'am مخفف مدم هست، به معنی خانوم و حالت رسمی داره. بیشترم توی آمریکا استفاده میشه. And these? This? One moment. And these, these, one moment, and these و اینها. جمله کامل how much are these بوده، یعنی حالا اینها قیمتشون چقدره، ولی دیگه برای اینکه تکرار نکنه گفته اینا چی؟ one moment. moment یعنی لحظه، one moment یعنی یه لحظه. فارسی هم ما میگیم یه لحظه، یعنی یه لحظه صبر کن. 45, ma'am. What kind of cheap stuff is this? 45 ma'am. What kind of cheap stuff is this? 45. اینم در واقع $45 بوده، ولی بازم اینجا فقط گفته 45. What kind of cheap stuff is this? kind اینجا معنیش میشه نوع، مدل. وقتی با what میاد یعنی چه نوع، چه جور. cheap یعنی ارزون و expensive یعنی گرون. stuff هم یعنی ماده، وسیله، چیز. وقتی میگه cheap stuff یعنی جنس بیکیفیت، جنس خیلی ارزون. بچه ساختار این سوال با فعل is یعنی to be اومده و حال ساده هست. Does the store have anything of value? Oh, darling. This one? Take a look. Does this store have anything of value? Oh darling, please take a look. خب اولین چیزی که به چشم میاد ساختار این سواله که با does همراهه و سریع میگیم چیه؟ حال ساده. حال ساده رو توی یک خط بگم یعنی اتفاقی که به صورت روزمره میفته و عادیه یا یک فکت، یک حقیقته. الان اینجا پرسیده که این مغازه به صورت کلی چیزی با ارزشی داره. store یعنی مغازه، فروشگاه. value یعنی با ارزش. anything of value هر چیز با ارزشی. darling یعنی عزیزم. these اینها. برای اشاره به نزدیک these استفاده میشه و برای اشاره به دور those آنها. take a look یه اصطلاح همین شکلی حفظش کنید، یعنی یه نگاهی بنداز. دستوری هم هست بچه، جمله imperative. How much? 500, ma'am. How much? 500 ma'am. خب این سوالم گفتیم قبلا در واقع how much is it که ساختارش میشه حال ساده با is همراهه. 500 $500 ولی دلارش رو به خاطر اینکه تکرار نشه حذف کرده. مم هم که همون خانم. We'll take them. Of course, no problem. We'll take them. Of course, no problem. Will کوتاه شده we will، ساختارش آینده ساده هست. بعد will همیشه فعل ساده میاد، نه اس نه ing، هیچ شکلی به خودش نمیگیره. take یعنی گرفتن و قبول کردن چیزی و اینجا منظورش اینه که ما اونها رو میخریم. of course یعنی البته و no problem یه اصطلاح خیلی کاربردی روزمره، یعنی مشکلی نیست، اشکالی نداره. Thank you. Here is the money. Please. Thank you. Here's the money. Please. خب thank you رو که دیگه همتون بلدید، یعنی ممنون، متشکر. Here's the money. Here's همون کوتاه شده here is the money یعنی اینم از پول. Please یعنی لطفاً. البته اینجا بفرمایید هم معنی میده. But, darling, please wait for me at the cafe. I will get the shoes and join you. Okay, you're the best. But darling, please wait for me at the cafe. I'll get the shoes and join you. Okay, you're the best. But یعنی ولی، اما. و اینجا منظور این خانومه این بوده که ولی پول کفشا که انقدر نیست. Please wait for me at the cafe. ساختار این جمله امریه اما خیلی مؤدبانه چون با please لطفاً همراهه. Wait for me وقتی میخوایم منتظر کسی باشیم wait با for همراهه. At the
کافه داره مکانش رو مشخص میکنه توی کافه. I'll get the shoes and join you. Get یعنی گرفتن. اینجا I will get یعنی من کفشا رو میگیرم and join you. join یعنی پیوستن، یعنی میام پیشت. اوکی you're the best. you're the best هم یه عبارته برای تعریف کردن از کسی یا تشکر کردن، یعنی تو بهترینی. Give me the change, please. What was all that about? Give me the change please. What was all that about? change اینجا یعنی پول خورد و باقی مانده پول. وقتی میگه give me the change please داره دستور میده، اما اینجا دستورش مؤدبانه است. میگه بقیه پولم رو بده من لطفاً. What was all that about? این ساختار هم به همین شکل برای وقتایی که میخوایم بگیم قضیه چی بود استفاده میشه. منظورش اینجا اینه که اون همه کارا به خاطر چی بود؟ این که میگفتی قیمت رو پایین‌تر بگم به خاطر چی بود؟ You see, I love her very much, but my wallet isn't that thick, so I do what I can. You see, I love her very much, but my wallet isn't that thick. So I do what I can. You see, منظورش اینه که میدونی یا میفهمی. معمولا برای اینکه یه چیز رو بخوایم توضیح بدیم میتونیم اینو استفاده کنیم اول جمله. I love her very much. من خیلی دوستش دارم. But my wallet isn't that thick. thick یعنی ضخیم و کلفت. وقتی میگه کیف پولم ضخیم نیست، منظورش اینه که کیف پولم پر نیست. اونقدری پول ندارم. So I do what I can. do یعنی انجام دادن، میگه انجام میدم. what I can کاری که میتونم، کاری که از دستم بر بیاد و براش انجام میدم. Then tell her. I mean, if she truly loves, she will accept you as you are. Then tell her. I mean if she truly loves you, she'll accept you as you are. Tell her. اینم دستوریه imperative یعنی بهش بگو. I mean یه اصطلاحه، یعنی منظورم اینه که if she truly loves you, she'll accept you as you are. این جمله ساختار شرطی نوع اوله، یعنی قبل از ویرگول ساختار به شکل حال ساده است و بعد ویرگول ساختار به شکل آینده ساده. If she truly loves you، اگر اون truly یعنی واقعی، صادقانه، اگر واقعا دوستت داره، she'll accept you as you are. She will accept. accept یعنی پذیرفتن. as you are همونطوری که هستی، تو رو همونجوری که هستی میپذیره. No, I don't want to hurt her feelings. Thank you. Goodbye. No, I don't want to hurt her feelings. Thank you, goodbye. I don't want یعنی نمیخوام. ساختار حال ساده هست. چی رو نمیخواد؟ hurt her feelings. hurt یعنی صدمه زدن، آسیب زدن. feelings هم یعنی احساسات. میگه نمیخوام به احساساتش آسیب بزنم. منظورش اینه نمیخوام ناراحتش کنم. Thank you, goodbye. متشکرم و خداحافظ. I want to return this. I want to return this. I want یعنی میخوام که return یعنی پس دادن، برگردوندن. This هم اینها منظورش همون کفشا. Why? You just bought them today. Oh, not me. That loser did. Why? You just bought them today. Oh, not me. That loser did. Why یعنی چرا. You just bought them today. این just یعنی همین الان، به تازگی. Bought گذشته فعل buy یعنی خریدی. Today هم قید زمانه یعنی امروز. منظورش اینه تو که همین امروز اینا رو خریدی. Oh, not me. اینجا داره مسئولیت رو رد میکنه، میگه من نبودم، من نه. That loser did. loser یعنی بازنده، آدم بیکفایت. این یه خورده تحقیرآمیزه. did هم گذشته فعل دوه یعنی انجام داد. حالا چی و منظورش همون خریدنه، ولی دیگه نمیخواست تکرار کنه، فقط گفت did. Why would I need his gifts? I'd rather take the cash. All right, ma'am. Why would I need his gifts? I'd rather take cash. All right, ma'am. would برای بیان حالت فرضی یا شک و تردید استفاده میشه. need هم یعنی نیاز داشتن و gift یعنی هدیه. میگه چرا به هدیه هاش نیاز داشته باشم؟ I'd rather مخفف I would rather یعنی ترجیح میدم. take cash. cash یعنی پول نقد بگیرم. بعد از I'd rather هم فعلمون ساده میاد. All right, ma'am. خیلی خوب، باشه خانم. Please. What's this? They cost 500. I saw it myself. Please, what's this? They cost 500.
I saw it myself. Please که گفتیم یعنی لطفاً، ولی اینجا چون داره پول رو میده منظورش بفرماه. What's this؟ این چیه؟ ساختارمون با to be حال ساده هست. They cost 500. cost یعنی قیمت داشتن، هزینه داشتن. داره میگه اونها $500 قیمت دارن. I saw it myself. saw گذشته فعل see یعنی دیدم. myself خودم. این ضمیر انعکاسی بچه ها. reflexive pronouns. 2 بار داره تاکید میکنه، میگه I saw it دیدم. myself خودم یعنی خودم با چشم خودم دیدم. Give me all the money. Give me all the money. Hey, would make it all that nice. Give me all the money. Hey, who's making all that noise? All the money. همه پول رو give me. بدش به من. دستوریه. و 2 بار هم گفته داره تاکید میکنه. Hey, who's making all that noise? Make noise یعنی سر و صدا کردن. Who هم یعنی چه کسی، چه شخصی. ببینید اینجا is making یعنی با ing اومده فعل و سریع میفهمیم ساختار present continuous. یعنی حال استمراری، یک فعلی، یک عملی که الان در حال انجام شدنه، همین الان داره اتفاق میفته. پس جملمون میشه چه کسی داره این همه سر صدا میکنه؟ My sweet beauty. My sweet beauty. یا sweet یعنی شیرین، beauty یعنی زیبایی، زیبا. sweet beauty یعنی زیبایی شیرین. و این مای داره مالکیت رو نشون میده، میگه زیبای شیرین من، یا منظورش حتی عزیز من، یا همون حالت غیر رسمی yes هست. I'll return these shoes and then we'll have some fun with the money. Okay. I'll return these shoes and then we'll have some fun with the money. اوکی. 2 تا ساختار داریم، هر دو آینده سادن با will همراهن. I will return these shoes. من این کفشا رو پس خواهم داد. And then we'll have some fun. Have fun یعنی خوشگذرونی کردن، سرگرمی. With the money با این پول. و با این پول ها خوشگذرانی خواهیم کرد. So, where's my money? Just a moment. So, where's my money? Oh, just a moment. So, خب انگار که منتظر اینجا. Where's my money? Where یعنی کجا؟ میگه پولم کجاست؟ Just a moment. فقط یه لحظه. یعنی فقط یه لحظه صبر کن. I need to check the merchandise. I didn't even touch them. I need to check the merchandise. I didn't even touch them. I need to یعنی من نیاز دارم که، من باید که. check بررسی کردن یا همون چک کردن. merchandise یعنی کالا، اجناس. I didn't even touch them. ساختارمون گذشته ساده هست، میگه من حتی بهشون دستم نزدم. تاش یعنی دست زدن، لمس کردن. even هم یعنی حتی، داره میگه حتی این کارم نکردم. Are you sure? What the? Are you sure? What the? sure یعنی مطمئن، اطمینان. ساختارش هم حال ساده است، میگه مطمئنی؟ What the? این جمله ادامه داشته و داره شوک و تعجب زیاد رو نشون میده. یعنی چی؟ Honey, what's wrong? They sold me defective sandals and don't want to take them back. Honey, what's wrong? They sold me defective sandals and don't want to take them back. Honey یعنی عزیزم. What's wrong یه اصطلاح خیلی رایج و روزمره در انگلیسیه. یعنی چه مشکلی پیش اومده، قضیه چیه؟ They sold me. sold گذشته فعل sell یعنی فروختن به من. defective یعنی معیوب، خراب. sandal همون صندل. don't want to take them back. take back یعنی پس گرفتن جنس فروخته شده. don't want همون در واقع they don't want بوده، ولی چون یه بار they رو گفته دیگه تکرارش نکرده. به طور کلی منظورش اینه که به من صندل های خراب فروختن و الان پسش نمیگیرن. That's not true. And how much did you pay for them? 500. 500. That's not true. How much did you pay for them? 500. 500? That's not true. این درست نیست. داره رد میکنه گفته اون شخص رو و میگه این صحت نداره. How much did you pay for them? pay یعنی پرداخت کردن. How much هم گفتیم یعنی چه مقدار، منظورش قیمته. میگه چقدر برای اونها پرداخت کردی؟ و سوال پرسیده 500 تا، منظورش این که روش نوشته 50. شما چرا 500 دادید؟
They not only sell you a defective pair of shoes, they also charge you 10 times the price. They not only sold you a defective pair of shoes, they also charge you 10 times the price. اینجا ساختار not only و but also رو داریم که منظورش اینه نه تنها این کارو کردن بلکه یه کار دیگه هم کردن. حالا اینجا چیه؟ میگه نه تنها sold you a defective pair of shoes، به تو فروختن یک جفت کفش معیوب. pair یعنی جفت، برای چیزهایی که دوتا هستن استفاده میشه. They also charge you 10 times the price. charge you یعنی ازت پول گرفتن، 10 times یعنی 10 برابر و price هم یعنی قیمت، 10 برابر قیمتش. به طور کلی میگه نه تنها که یک جفت کفش خراب بهت دادن بلکه 10 برابرش هم پول گرفتن ازت. I'm calling the police. Let them deal with this scam. Wait, don't do that. I'm calling the police. Let them deal with this scam. Wait, don't do that. I'm calling. این ساختار حال استمراریه، در حال حاضر داره انجام میده. I'm calling the police یعنی دارم با پلیس تماس میگیرم. Let them deal with this scam. Deal with یعنی برخورد کردن، رسیدگی کردن. scam هم یعنی حقه و کلاهبرداری. منظورش اینه بذار اونها به این کلاهبرداری رسیدگی کنن. Wait, وایسا، صبر کن، داره دستور میده. Don't do that. این کارو نکن. Or I'll tell him everything. Tell what? Honey, don't listen to her. Or I'll tell him everything. Tell what? Honey, don't listen to her. Or یا اینکه داره تهدیدش میکنه. I'll tell him everything. ساختار آینده ساده. I will tell him everything. من همه چیزو بهش خواهم گفت. Tell what? چی رو میخوای بگی؟ Honey, عزیزم, don't listen to her. بهش گوش نکن. امری منفیه. Well, now I want to hear what you're going to tell me. She has another man. Well, I want to hear what you were going to tell me. She has another man. I want to. میخوام که hear یعنی شنیدن، خبر داشتن هم معنی میده اینجا. What you were going to tell me. برخلاف present continuous این جمله past continuous یعنی یک کاری که قبلا در حال انجام شدن بود. بچه going to وقتی با یه فعل دیگه همراهه داره قصد رو نشون میده، یعنی قصد داری یه کاری رو انجام بدی. She has another man. have و has یعنی داشتن چیزی. another man یک مرد دیگر، منظورش یه دوست پسر دیگه ای داره. And he bought her these shoes this morning. Honey, Such a drama. This breaks my heart. And he bought her these shoes this morning. Honey, what a drama. This breaks my heart. But گفتیم گذشته فعل بایه یعنی خریدن. This morning هم قید زمانه یعنی امروز صبح. منظورش اینه و اون آقا این کفشا رو امروز براش خرید. Honey, عزیزم, what a drama. برای بیان تعجب معمولا میتونیم یه سری چیزا رو با what بیاریم. What a drama. چه درامی، چه داستانی. This breaks my heart. break یعنی شکستن، heart هم یعنی قلب، دل. ساختارمون حال ساده است، اس گرفته فعل و کلاً یه اصطلاح به معنی این که این ناراحتم میکنه، دلمو میشکونه. So, what are we going to do now? I don't know. What are we going to do now? I don't know. خب بچه گفتم going to وقتی استفاده میشه توی جملاتمون یعنی یه اقدام یا تصمیمی که میخوایم به زودی انجامش بدیم. در واقع برنامه ریزی برای قدم بعدیه. I don't know شکل غیر رسمی همون I don't know یعنی نمیدونم. I knew it, silly. She probably thought that you got mad and dumped me. Oh, I'm mad. Yeah? I knew it silly. She probably thought you'd get mad and dump me. Oh, I'm mad. Yeah? I knew it silly. knew حالت گذشته فعل know به معنی دانستن. silly هم یعنی احمق. She probably thought حالت گذشته فعل think به معنی فکر کردن. Probably هم یعنی احتمالاً. میگه اون احتمالاً فکر کرد که you'd get mad. you'd همون مخفف you would و گفتم would برای فرضیه یا احتمال در جملات به کار میره اکثراً. get mad هم یعنی عصبانی شدن. dump me یعنی منو ول کنی، منو ترک کنی. در کل منظورش اینه که اون خانم احتمالاً با خودش فکر کرده که تو عصبانی میشی و منو ترک میکنی.
Oh, I'm mad. من عصبانیم. Yeah. I don't understand. I don't understand. خب بچه ازتون میخوام تو کامنت ها بنویسید که زمان این جمله کیه. معنی جمله میشه من نمیفهمم، درک نمیکنم، متوجه نمیشم. Why are you deceiving your boyfriend? He loves you. Why are you deceiving your boyfriend? He loves you. Why یعنی چرا؟ Deceive یعنی فریب دادن، دروغ گفتن. Boyfriend هم یعنی دوست پسر. جمله در زمان حال استمراری present continuous، کاری که در حال انجام شدنه. He loves you. Love یعنی دوست داشتن، عاشق بودن. در کل منظورش اینه که چرا دوست پسرتو فریب میدی، اون عاشقته. That loser sitting in a cafe and thinking that I went to beauty salon. That loser is sitting in a cafe thinking I went to the beauty salon. Loser یعنی بازنده، اما اینجا بیشتر فرد بیکفایت و بی دست و پا معنی میده. Is sitting in a cafe. باز هم فعلمون ing گرفته، present continuous، یعنی الان تو کافه نشسته. Thinking I went to the beauty salon. و فکر میکنه که thinking هم ing گرفته. I went حالت گذشته ساده فعل go هستش. من رفتم به beauty salon، سالن زیبایی، آرایشگاه. So don't get me mad and don't mess with my business, okay? So this is just your business. So don't get me mad and don't mess with my business, okay? So this is just your business. Don't get me mad. Get mad یعنی عصبانی شدن. Don't هم یعنی نکن. میگه منو عصبانی نکن. جمله منفی امریه. Don't mess with my business. Mess with یعنی به هم زدن، دخالت کردن. Business هم یعنی کار، امور. میگه توی کارهای من دخالت نکن. حالا اینجا یه سوال داریم. This is just your business. کاملا خبریه چون اصلا جای فعل و فاعل عوض نشده. اگر سوالی بود میگفت Is this just your business؟ ولی به صورت خبری گفته، فقط لحن رو سوالی کرده. حواستون باشه توی محاوره و مکالمه های نیتیو ها معمولا این اتفاق میفته که کاملا خبری میگن ولی لحنشون رو سوالی میکنن. You ask him to buy you the most expensive shoes in the store just to take the money later? You asked him to buy you the most expensive shoes in the store just to take the money later? این سوال هم اگه دقت کنید کاملا خبری جملات، فقط لحن رو سوالی کرده. You asked him to buy you. Ask someone to do something یعنی از کسی بخوای یه کاری برات انجام بده. ازش خواستی که بخره برات the most expensive shoes in the store. Most expensive صفت عالی یعنی superlative adjective. منظور گرانترین کفش in the store در مغازه رو just to take the money later. اینجا داره میگه فقط قصد این بود. قصدش چی بوده؟ Take the money later. پولش رو بعداً بگیری. Later یعنی بعداً. Yeah? And what are you gonna do about it? Yeah, what are you gonna do about it? gonna شکل غیر رسمی going to. بازم میگم going to وقتی استفاده میشه که شما میخواید یه کاری رو به زودی انجام بدید، یعنی قراره که. About this هم یعنی در مورد اون موضوع. جمله‌شی خورده تهدیدیه، میگه حالا میخوای در مورد این موضوع چه کار کنی؟ I'm not breaking the law, unlike you did. So, I'm not breaking the law unlike you did. So, I'm not breaking the law. جمله‌مون حال استمراریه به صورت منفی. law یعنی قانون، break یعنی شکستن. میگه من قانون رو نقض نمی کنم. قانون شکنی نمی کنم. Unlike you did. Unlike یعنی برخلافه. You did یعنی تو این کار رو کردی. بچه به جای اینکه بگه you broke the law چون به صورت گذشته میخواد بگه، فقط گفته you did یعنی تو قانون شکنی کردی. I'm going to call the cops on you. I'm going to call the cops on you. این سو جمله قبلی رو به این بچسبونید. میگه پس بنابراین I'm going to من قراره که call the cops. call هم میشه صدا زدن هم میشه زنگ زدن. اینجا هر دو تا معنی رو میده. من پلیس ها رو صدا میزنم یا خبر میکنم on you علیه تو برای رسیدگی به تو. کاپ هم همون غیر رسمی پلیسه.
Well, are you going to give me my $500? Well, are you gonna give me my $500? Well یعنی خب. Are you gonna بازم غیر رسمیه. going toه. میگه که میخوای که $500 منو بهم بدی. یه نکته اینجا بگم. give یعنی دادن و take یعنی گرفتن. این دوتا همیشه باید تو ذهنتون باشه. Or would you rather to talk with the officers? Or would you rather talk with officers? Or یا اینکه میگه یا پولمو میدی یا اینکه would you rather ترجیح میدی. گفتم بعد از would rather همیشه فعل ساده. الان ببینید talk with صحبت کنی با officer یعنی افسر مأمور. You didn't pay for them to take the money. Hey, sweetie. You didn't pay for them to take the money. Hey sweetie. Didn't pay گذشته ساده هست یعنی پرداخت نکردی. For them بابت اونها یعنی تو پول کفشا رو ندادی. To take the money. Take money پول رو گرفتن. منظورش اینه تو که پول کفشا رو پرداخت نکردی که حالا میخوای پولش رو پس بگیری. Sweetie یعنی عزیزم جانم. میخواد براش توضیح بده. بریم بقیهش رو ببینیم. Don't play this game. I heard everything about your business. Don't play that game. I heard everything about your business. Don't play imperative یعنی دستوری به صورت منفی. Play یعنی بازی کردن و game میشه بازی. میگه دیگه این بازی رو انجام نده. این بازی رو در نیار. I heard everything. Heard گذشته ساده فعل hear به معنی شنیدن. Everything همه چیز about your business در مورد کارت. And you even tried to set up this innocent girl? Innocent? And you even tried to set up this innocent girl. Innocent. You even tried. Even یعنی حتی و برای تاکید بیشتره میگه تو حتی تلاش کردی که set up یعنی به درد سر انداختن، تله گذاشتن. This innocent girl. Innocent یعنی بیگناه. میگه تو حتی سعی کردی که این دختر بیگناه هم به درد سر بندازی. بعد سوال میپرسه innocent بیگناه داره تعجب میکنه. She scammed us out the money. I know. I asked her to do this. She scammed us out of money. I know. I asked her to do this. Scam someone to do something یعنی کسی رو فریب بدی تا چیزی ازش بگیری. کلاه سرش بذاری تا چیزی ازش بگیری. اینجا منظورش اینه که اون دختر ما رو فریب داد تا ازمون پول بگیره و سرمون کلاه گذاشت. I know زمان حال ساده و معنیش میشه میدونم. I asked her to do this. من ازش خواستم که این کار رو بکنه. Ask someone to do something یعنی درخواست کردن از کسی برای انجام کاری. To do this که این کار رو انجام بده. همون که قیمت رو بالا پایین میگفت. You what? I'm not going to explain anything to you. So take your business partner and get out of here. You what? I'm not going to explain anything to you. So take your business partner and get out of here. You what? میگه تو چی؟ منظورش اینه که تو چی کار کردی؟ با تعجب زیاد. I'm not going to explain. Explain یعنی توضیح دادن. منظورش اینه من قرار نیستش که توضیح بدم anything to you. هیچ چیز رو به تو. یعنی این قصد رو ندارم. So take your business partner. Partner یعنی شریک، همراه، همدم. Take هم یعنی برداشتن. میگه شریک تو بردار و get out of here. بچه این اصطلاح خیلی رایجه تو مکالمه و حتما حفظش کنید. یعنی از اینجا برو بیرون. برو پی کارت. Get out of here. And these داره اشاره میکنه به اون کفشا. وقتی چند تا چیز نزدیکه برای اشاره these استفاده میکنیم. اگر یک چیز باشه this. اینجا چون کفش ها بوده از these استفاده کرده. I will buy to you, miss, for opening my eyes. Thank you. No, thank you. I will buy to you, miss, for opening my eyes. Thank you. No, thank you. I will buy to you. جملمون آینده ساده هست. برای شما میخرم. buy یعنی خریدن. البته درست‌ترش این بود میگفت I will buy for you. ولی تو محاوره همچین اشتباهایی اتفاق میفته. میس یعنی خانوم حالت رسمی داره. For opening my eyes.
for اینجا یعنی برای اینکه، به خاطر اینکه. وقتی for به خاطر اینکه معنی میده همیشه فعلی که بعدش میاد ing میگیره. به خاطر opening باز کردن my eyes چشمام، یعنی به خاطر اینکه منو آگاه کردی، چشامو باز کردی. thank you یعنی ممنونم. no thank you نه من ازت ممنونم.